هستم و امشب اومدیم بچه‌ها با گیم پلی خفن از بازی هاوس دیزاینر بچه‌ها و قراره که بریم خونه خودمون رو داخل گیم بچه‌ها طراحی کنیم. گل این هم از گیم بریم سراغ گیم پلی رفتن این بازی رسکو دیگه گفتیم. خب بچه‌ها اینجا اولین باری که شما وارد این خونه میشه شاید گرافیکش خیلی شخمیه، چون که آقا بالاخره بازی دیگه، بازی موبایل همینه دیگه. آقا تحمل کنید، بالاخره ما مانیتور شدیم یک چیزی میخریم، یه لپتاپ چیزی هست بالاخره بازی کنیم. و آقا این بازی خیلی یه چیز خیلی خوبی که داره اینه که بچه آپشناش اصلا به شدت زده. راست بچه اون پشتم دیزاین کردم، البته اون مشکی بچه RGBه و روشنش کردم ترکید. آره حالا آخر ویدیو بهتون نشون میدم بچه‌ها که چجوری ترکیده و فن رفته. الان بریم سراغ ویدیو دیگه. آره خب آقا اینجا ما باید اول آشغاله توی خونه رو جمع کنیم، قشنگ بنازیم. عالی واقعا. خب شما آشغالی جمع شو بریم. اینو که کثافت گرفته خونه رو. این خونه مون کی ما اومدیم دیزاینش کنیم؟ خوبه البته خونه خودمونه بچه‌ها. و آقا این گیم یک چند تا خوبی دیگه هم که داره اینه که خونه‌های مختلف داره. مثلا بچه‌ها از خونه‌های مثلا خیلی خونه کوچولو بوده. آره خب آقا تمیزش کردیم. حالا بریم سراغ این سنباده، نه تمیز کردن این خاک‌های رو زمین و این لجنایی که به خونه گرفت. خدایی یعنی سیشیب تا این ایوه ترکی هم ولی ترکی بلد نیستم. یعنی بلدم بچه ولی خب اونقدرم نه. اگه دست من اینجوری میاد روی صفحه ببخشید، آره شرمندم. خب آقا خونه کامل تمام شد. نه هنوز مونده. خب آقا یه جوری کامل تمام شد. اینجا بچه الان بهتون میخوام چیزاشو نشون بدم که میگم جزئیات بازی و ابزارهایی که در اختیار ما قرار داده. بچه‌ها شما اینجا اگه رو گزینه سمت راست ردیف دوم از اول بزنید، اینجا بچه رنگایی که برای کاغذ دیواری میخواید بزنید رو بهتون نشون میده. بچه‌ها از رنگای مثلا بچه سفید گرفته تا این رنگای لجنی بچه‌ها و این کاغذ دیواری آماده است که شما میتونید بزنید. و اگر بچه فایل نسخه مود و پول بی‌نهایتشون میخواد بچه‌ها کانال تلگرام ندارم. خب براتون مثل بازی میذارم دیگه آخر ویدیو تا آخر ببینید تا چون ویدیو خفنی هستش. و آقا کاغذ دیواری خفن داریم اینجا ما که من ترجیح میدم کاغذ دیواری بزنم، نه روشن باشه نه تاریک. همینو میزنیم واسه بچه‌ها. من همین آبیه رو میزنم آقا اشکال نداره. خب یه دونه کاغذ دیواری. اوه بچه بنازم دیدید؟ آره همین این بازی خوبیش این بازی خیلی بچه‌ها حس خوبی میده. کلان چی بگم بهتون حس خوبی آقا حس خوبی میده. خودش مثلا داری خونه خودتو تریم. راستی بچه‌ها سورپرایزه من برای این ویدیو الان بذارید کاغذ دیواری داشت اینجا حالا باید اشکال نداره. کجا رفتی بچه‌ها؟ خب داشتم میگفتم بچه‌ها سورپرایز مهمی که قراره بهتون الان نشون بدم داخل این بازی اینه که الان بهتون نشون بدم. من اینا رو درست کنم. همین چقدر کثافت گرفته اینجا رو. یکم تمیز میکردید بد نبودو. باید چی گوه حالا جان داره تحویل من باید میخواد تمیزم بگیرم. خدایی بچه خودشم میگفتم اینجا شما وقتی بیاید هر چی بگید داره بچه ها، از ماشین گرفته وسایل باغچه و اینا، بعد اینا تابلو اینا، آینه داره، بعد بچه گیتار داره، بچه گیتار و دیگه تلویزیون داره. اینجا بچه میبینید که PS5 بنده است و تو واقعیت PS5 تجربه البته من تجربه 2 بار کردم ولی خب در آخر فروختنه. و اگه تجربه نکردید PS5 میتونید تو داشت به خدا ریدم تو خودم میگم آرومتر. و اینجا لپتاپ داره، کیس داره، کامپیوتر داره و کامپیوترهای مانیتور خفن داره
موس داره، هرچی بگید داره، کولر داره که اگه برق رفت داخل شهرتون کلا ایران دیگه وضعیت به فنا رفته دیگه. ما بدبخت ما تو ایران به دنیا اومدیم، ولی خب بازم. و اگه طرفدار ایکس باکس هستید، ایکس باکس سری ایکس هم داره بچه‌ها و کلا هرچی بگید داره. این گیم یکی از بهترین گیم های گیم، عالی واقعا، اصلا عالی، نه عالیه واقعا. آقا من این کاغذ دیواری رو هم تکمیل کنم دیگه، ادامهش میفته برای پارت بعد بچه‌ها. و اگه لایک های این ویدیو رو 5 تا برسونید من راضیم. آقا من با 5 تا راضیم. پارت 2 رو به زودی براتون آپلود خواهم کرد بچه‌ها. و آقا اینا همه رو ما کاغذ دیواری بزنم بچه. این بازی خیلی جزئیات داره و ما قرار این خونه رو یه خونه عالی بزنیم. اگرم کاغذ دیواری رو میخواید عوض کنم حتی میخوام کامنت رو بگید بچه ها، چون من نمیدونم بچه کاغذ دیواری بذارم. میخوام از دست رفته و آره این از این کاغذ دیواری زدم. این برش هم بدون از اینا بزنیم بلکی ها. کل خونه رو دارم باد میدم. و آقا اینم از این آقا اینم از این کاغذ دیواری خونه بچه تکمیل شد. پارت بعدی قراره که چه وسایل خونه رو چیدمانش رو اوکی کنیم. البته نه، در پنجره و اینا رو همه رو اوکی میکنیم. در پنجره دو جدا هر چی بچه‌ها اصلا شما عشقتون کشید تو کامنت ها بگید که من به این خونه اضافه کنم. و اتاق گیمینگ هم قراره اضافه کنیم به این خونه بچه‌ها. و دیگه آره همه چی قراره اضافه کنیم. لایک و کامنت و سابسکرایب بدید نره تا ویدیو دیگه. فعلا گود بای.